سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام همطور که تایملاین ویدیو میبینین یک شب در قبرستون ویدیو وحشت انگیز و کیوان ساتور نگاه بکنید. میخوام اگه صحنه تو این ویدیو پیدا کردین که نه من نه خود کیوان و وحشت انگیز نتونستم پیدا بکنن بهمون بگین و تو کامنت ها بنویسید. ویدیو هم یه لایک بکنید و چنل هم سابسکرایب بکنید. بریم ویدیو ببینیم. علاقه‌مندم به دنیای ترس و وحشت درود. تو این ویدیو اومدم تا یه ویدیو خفن از کیوان و وحشت انگیز نشونتون بدم که میرن یه جایی که نمیدونن خودشون چی در انتظار اونها، جایی که دفینه گنجه و محافظ اون دفینه ببینین چه کارایی میکنه، حمله میکنه به سمت اینا. دوستان برای حمایت از من و این چانل دکمه سابسکرایب این پایین بزن، ویدیو هم لایک کن و کامنت بذار، نظر خودتو در مورد ویدیو هم بگو. خیلی اسخین. بریم سراغ ویدیو. چرا به من حمله کردین؟ چرا به من حمله کردین؟ اینجا چی داره که به من حمله میکنین؟ اون سمت قبرستونه، توی قبرستون مسلمونا، توی قبرستون تا جایی که من میدونم دفینه پیدا نمیشه. ویدیوهای دیگه هم ولی اینجا یه چیزی هست که شما به من حمله میکنین. که اگه میخواین تو کامنت ها بدین اون ویدیو هم بذارم. صدای راه رفتن رو میشنوی؟ قشنگ دویدنه همون دیگه. کامل سکوت کن. من اینجا باشم بدونم جوابم میخوام بگیرم. جوابمو بده. دوستان میگفتن صدای ویدیو کم کنم، من میگم شاید کم میکنم صدای ویدیو. ببینیم اینجا با فیلتر اگه یه لایک بکنی ویدیو خیلی ممنون میشم. بزرگترین حمایت از من و این چانله. کیوان چرا خوبت این دوربین زاویه‌اش درسته ما رو میگیره؟ درسته بشین. برای ماست. چی برای شماست؟ چی برای شماست؟ سروش تو رو خدا این صدای دویدنا رو بگیر. نگاه کن. صدا رو دارم میگیرم. من دوربینو گذاشتم اونجا. داره میگه برای ما. به نظرتون دفینه دویدن از این بر بود دیدی؟ دور تا داره بچه، دور تا داره ما داره میدویم. دور تا داره ما داره نمیشه عجیبه داداش، ما هم اینطوری ترسیدیم، همه جا انگار هستن. بشین سروش تو رو خدا بشین تو حساب. چی بگم؟ گفت نمیذارم ببرید. اینجا قشنگ دوید بچه ها. گفت نمیذارم ببرید. ما نیومدیم اینجا که چیزی ببریم. فکر میکنیم ما برای گنج اومدیم، برای مال اینجا اومدیم؟ ما نیومدیم اینجا چیزی ببریم. غیر منطقی سرده. از اینجا ببینید، راضی داره میره از اینجا ببینید. صداش خیلی فرق داره، خیلی فرق. حاجی اون چیزی که فکر میکردم میگه از اینجا برید. اینا سری قبل اول تو اون دره به ما سنگ زدن، رسیدیم اینجا سوشون سیاهی هست. سوش جان من اونجا رو بگیر. کجا؟ میبینی؟ دویدن همونجا میاد. بگیر با تو میاد، بگیر. نمیافته چیزی. داداش نورتو تا میتونی بنداز. اینا همینجا که انداختی سمت چپ. اینا دوستان منم دوربینو بردارم. من چیزی نمیبینم. مزمندل باید برم بیرون، خطرناکه. وایسا. دنبالت میاد. تو دنبالت میاد. یا خدا. قشنگ گفت دنبالت میام. دیدی از جلو در اومد. از اینجا در اومد. سروش رسید اینجاست داداش، اینجاست. از اینجا در اومد. پس من دوربینو هم بردارم. البته اینو که رو صحنه داره میگیره ولی نور نداره. بچه‌ها یه لحظه من این دوربینو بردارم. بسم الله. یا خدا از پام از مندل اینو گوشه.
کم نمک اینجا بیشتر بریزم. بد داره حمله میکنه، بد داره حمله اینو میکنه. دیدی؟ ما اینجا برای هیچ گنجی نیومدیم، هیچ دفینه‌ای نیومدیم، دنبال هیچ چیزی نیستیم. مندلن هر دو نفر. سکوت کن سروش. سروش سکوت کن سروش. سکوت کن سروش. صدای ریزی اومد. سکوت کن سروش. داداش که ما اون برای نگاه. یه چیزی سیاه من تو کوه دیدم. درست دیگه. ببینین یه چیزی سیاه من تو کوه دیدم. نظارت داره بکنه کار دره اینو رو نگاه کن. من این که ور- دره رو بگیر. دنبال دره هست اونجا. دستگیری نگاه کن نره. درختا رو تو دره. خیلی تاریکه اینجا. با سروش جلومونه. منظورت از دنبالت میام چی بود؟ دنبال کی میای؟ مثلا دست ما که قصد آزار دوستان اذیتی لایک نداریم. بکنید اگه ویدیو تا اینجا یه دیدین یه نور لایک دیدم من. تو بزنید. نور ندیدی؟ دمتون نورت گرم. زیاد کردی نه؟ آره نورت دیگه من زیادم نور اصرار دیدم. نمیکنم برای لایک. میشنوی؟ چند تا از دوستان ساکی بودن بگو که خیلی بگی لایک کن ویدیو نمیگه. میشنوی؟ رژیقه. دستگاه رو خاموش کن. اومده ببین اومده. من دیگه بزنم نیاز ندارم ویدیو باش آقا. صحبت کنم. رژیقه. میشنوی؟ رژیقه. دستگاه رو خاموش کن. اومده ببین اومده. من دیگه نیازی ندارم باش صحبت کنم. دفعه خاموش نکن، کمش کن صدا. کمش کنم؟ آره شاید بوق بزنه چیزی بگیره؟ بشنویم ها؟ باشه شاید یه چیزی بشه. آره بشنویم. حله بریم داداش. ببین چی میگه. این صدای چیه؟ رژیقه. خب صداش کن تو هم. بگو چی میخوای. چی میخوای بگی؟ میخوای با من صحبت بکنی؟ میتونی از طریق این دستگاه با من صحبت بکنی. صدا تو برای ما واضح میکنه. ببین با یه مندل واقعا این انقدر آروم شده یا اینجا یه اتفاقایی افتاده؟ نگفت نمیذارم ببری. وای نه اینجا اینا شروع شد. یا خدا ببین انقدر اینطوری سنگ به ما زدن. نگاه کن بعد سروش نگاه میگیری چی نیست. سروش نگاه کن اینش عجیبه. نگاه تو رو خدا نگاه کن. نگاه با سروش از کنارت هم. بچه واقعا سخته بخوای فیکس بکنی تو دوربین بیفته. با چشمو میبینی ولی تو دوربین بخوای بگیریش سخته. با ما صحبت بکن، ما قصد اذیت نداریم. من هر کاری میکنم گرفته نمیشه چیزی. که اون نمیدونم این احساسو من دارم یا نه، ولی احساس میکنم وقتی مندل کشیدیم اومدیم داخلش به شدت سرد شد. همچین حسی نداری تو؟ کامل دارم یه زنم. اون یه طرف داداش این دویدنایی که من دارم میشنوم یه طرف. یه چیز دارم اینجا میبینم. کجا؟ یه چیزی دارم اینجا میبینم. دارم خواهم نور بندازم. سخت پیدا کرد. یه چیز سیاهیه. یه چیز سیاهی داره تکون میخوره. داره تکون میخوره. یه چیزی دارم اینجا میبینم. دارم خواهم نور بندازم. سخت پیدا کرد. یه چیز سیاهیه. این ته نور رو ببین. ته نور رو ببین. اینجا رو ببین. یه صحنه چیزی دیدم. کجا رو؟ همینجا که نور دارم میندازم. وای من دارم میگیرم مثلا داری یخ میزنه. مثلا داری یخ میزنه. سگا صداشون اومد. فکر کردم اینجان ولی سگای روستان. دوستان اونجا روستاه. اونجا که اون چراغا هستن روستا. یه روستا دوره. اونجا سروش روستاه. با داشت میخورد بالا به سر اون قبره. داشت میخورد به اینجا بوتره کرد. اوه سروش اینا تو مندل هم دارن میزنن. چرا ارتباط نمیگیرن؟ ببین این دومین سنگ بود. میریم چه اون قبل. میره بالا سر این قبر. یا خدا
که اون تنظیمات دوربین من ریخته ها. چرا؟ اصلا نمیدونم شمع چرا اینجوری شده؟ تو رفتی روش؟ داداش جفت شمع چپی شده. روشن بودن اینجا بودن. کیوان مندل خراب کردی کیوان. واسه همون دارم میزنم حاجی. من پام اینجا رفته رو مندل. کیوان مندل نداریم. نکنه به خاطر صدا جیغش رو دارم میکنم. این صدای دویدن نیست؟ چرا؟ سنگه دید از زمین بلند شد گرفتمش. از این زمین بلند شد. سروش اینا آروم شدن. شاید از مندل میترسن. شاید فهمیدن که ما قصد آزار و اذیتشون رو نداریم. میخواد ما از اینجا بریم. داره سهم میندازه که ما رو اصلا گفت بهمون. گفت از اینجا برید. ولی گفت دنبالت میام. ولی سری قبل داشت میزدمون. این دنبالت میام و باید حلش بکنیم. سردرد دارم من چرا اینجا. همون لحظه موقع اصحالم یهو سرم درد کرد. داداش این مندل خراب شده. صداشون داره خیلی زیاد میشه. یه چیز دیدم با چشم. یه چیز اینجا دیدم. باز اینا نمیدونم چرا سردرد میدم با آدم. چرا سعی میندازی؟ گفتی از اینجا بریم. حاجی این شوخی نداره. این شوخی نداره. کیوان جفتمون بیرون از مندلی. حاجی با از ترس حاجی. چرا از بالا میزنن؟ داداش داره میزنه. داره از این سمت. هر جورم میگیریم. چرا سری قبل از بالا بود فقط. باید هر چی میگی داداش تو از بیر مندل بیرون به خاطر همونه. دست کن. آقا جمع کن بریم. زد به پا. زد به پات. خود به دستگاه قشنگ خورد اینجا. کیوان جمعش کنی داره میزنه. وردار دستگاه رو بغل کن بریم. داداش دستگاه رو شکون. بغل کن بریم. نگاه کن سفید شد. سنگی خورده اونجا سفید چی شد؟ دستگاه داغون شد. بردا بریم. دستگاه رو بغل کن. من که اصلا مندل کامل بیرونم. بریم آقا بریم. من فقط چاقو سفیده رو بردارم بریم. این شمار اینو چیو؟ اینجا تکون خوردی سنگا. اینو انگار صدای مار اومد. مار؟ آره توی کرد. بیا بریم آقا بیا بریم. ما برای شما بخورات آورده بودیم. اینا موکل دفینن. خب موکل دفینه یه موکل خبیثه. اون مار مکان نیست که بتونی باهاش صحبت کنی و بگی خواهش میکنم بذار چیزی که میخوایم رو جواب بده. این که جواب منو داد. داره میزنه. بیا بریم. شروع نگاه سنگ بلند شد. دیدی گرفتمش. دیدی بیا بریم. این بود. بیا بریم. یه دونه پای من زد. یه دونه به دستگاه زد. بیا بریم آقا. از کدوم بر باید بریم که همون که ما یاد درگردیم. آره دیدی؟ دیدم. بیا بریم. بیا بریم. حالا فهمیدی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجاست بودو. سروش سیاهی قد بلند نرو سروش. تو دوربین تو میفته. خیلی تاریکه سروش. اصلا دوربین من تار شده. اونها میبینیش؟ روشن نمیکنه اونجا رو. سروش اینها قوت نیاورد. دارم میرم سمتش. سروش نگاه کنید. چرا خوب ببین روش. نگاه وایساده.
برو کیوان داره میاد. اوه دیدی چقدر بلند بود. برو این مرده بای همون مرده. این هم مثل همونه. داداش بیا سروش اون به سمت هم دره. بیا